من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر الی ربک کیف مد الظل. در ابتدای سوره عرض کردم که برای اثبات مسئله در این سوره 13 تا دلیل عقلی داریم. این دلیل چهارم است. 3 تا را قبلا خواندیم، بعدا زجر و توبیخ آمد، بعدا یک سری سلسله دلایل نقلی و نمونه های از انبیاء گذشته و از اقوام گذشته که 7 تا نمونه را به صورت خلاصه خواندیم. حال برمیگردیم به دلیل عقلی. الم تر الی ربک کیف مد الظل. آیا نمی بینی ربت چگونه سایه را کش داده، طولانی کرده؟ بله، سایه به وقت طلوع آفتاب، هنوز آفتاب بالا نزده، طولانی هست. هرچی آفتاب بالا میره سایه چی میشه؟ کم میشه. ولو شاء لجعله ساکنا. اگر الله بخواهد اون را به جای خودش قرار میگذارد، ساکن میگذارد. اما نه، الله کمش میکند، زیادش میکند. ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا. خورشید را بر آن دلیل قرار دادیم، یعنی راهنما. هرچه خورشید به افق نزدیک باشد، چه افق مشرق چه افق مغرب، نزدیکتر باشد سایه بیشتر میشه، هرچی از افق دورتر باشه سایه کمتر میشه، تا اینکه خورشید از افق کاملا بین الافقین قرار میگیرد، در وسط آسمان، در زوال سایه وجود ندارد. وقتی که باز میره به طرف افق، کم کم سایه از سمت دیگه چی میشه؟ اضافه میشه. این دلیل. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. سپس ما اون سایه را کم کم جمع میکنیم، قبض میکنیم، میگیریم به سوی خود. قبض یسیر، آسان، یعنی آهسته آهسته. این یک دلیل. دلیل دیگر که دلیل پنجم است، وهو الذی جعل لكم اللیل لباسا. الله آن ذاتی هست که قرار داد شب را برای شما لباسی، همان گونه که لباس شما را می پوشاند، تاریکی شب شما را می پوشاند. و النوم سباتا. و خواب را آرامشی قرار داد. و جعل النهار نشورا. و قرار داد روز را نشور که شما منتشر می شوید، دنبال رزق و روزی می روید. و هو الذی، دلیل ششم، و هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته. الله آن ذاتی است که فرستاد بادها را، در حالی که این بادها مژده دهنده هستند، بین یدی رحمته، پیش از خودشان رحمت الله را، یعنی پیشا پیش مژده رحمت میدهند. و انزلنا من السماء ماء طهورا. و ما به وسیله همین بادها و ابرها نازل کردیم از آسمان آب پاکیزه. لنحیی به بلدة میتا. تا که زنده بکنیم به وسیله همین آب شهر مرده را، شهر مرده را زنده بکنیم و به وسیله این آب بدیم. و نسقیه مما خلقنا انعاما و اناسیا کثیرا. به وسیله همین آب بدیم، بنوشانیم حیوانات و چارپایان را
و اناسی کثیرا، مردمان زیادی بیشماری متعددی. خب ببین اینا همه دلیل هستن. شب دلیله، خواب دلیله، باران دلیله، باد دلیله، اینا تمام دلیل قدرت لا یزالند. ولقد صرفناه بینهم لیذکروا، این دلائل را بار بار ما برمیگردانیم، اعاده میکنیم، تکرار میکنیم، آیات را برمیگردانیم با دلائل گوناگون و اسالیب مختلف. همین دلائل شب و روز را الله به چند اسلوب بیان میفرماید، بادها را، ابرها را، بارانها را، لیذکروا، تا اینکه اینا پند بگیرند، موعظه حاصل کنند. اما انسان متاسفانه اکثرش ناسپاس است. الله می فرماید فابا اکثر الناس الا کفورا، انکار کردند اکثر مردم مگر کفورن، مگر ناسپاسی را. چرا قبول کردند؟ ناسپاسی و ناشاکری را. اما الله عزوجل پیغمبرش را تسلی میده، ای پیغمبر من، ای محبوب من، اگر اینها انکار میکنن، ناسپاسی میکنن، ولی خدا به شما جایگاه بسیار عظیم و رفیع عنایت کرده. ما اگر میخواستیم برای هر روستایی، برای هر شهر یک پیغمبر میفرستادیم، ولی این کار را نکردیم. شما را فرستادیم که برای همه عالمیان باشید، برای همه جهانیان باشید. این مرتبه مرتبه کمی نیست. لیکون للعالمین نذیرا خواندیم در ابتدای این سوره که برای همه عالمیان نذیر باشد. لذا الله می فرماید ولو شئنا لبعثنا فی کل قریة نذیرا، اگر ما می خواستیم می فرستادیم در هر قریه نذیر، در هر قریه فرستنده. اما فلا تطع الکافرین، شما به وظیفت عمل کن ای محبوب، اطاعت نکن در تبلیغ توحید با از کافران. هرچی کافران میگویند شما توجه نکن. وجاهدهم به جهادا کبیرا، و با آنان جهاد کن، با آنان درگیر باش، جهاد بزرگ. اینجا با توجه به اینکه مکی هست گفتم با دلائل قرآن و به حکم قرآن. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. دلیل هفتم است، دلیل هفتم عقلی هست. الله آن ذاتی هست که مرج البحرین، جاری کرد، ای اجرا، جاری کرد دو تا دریا را که متجاورتین هستند، اینا در جوار همند، با هم متصلند، اما اینها در همدیگر. شما در سوره رحمان خواندید مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، دو تا دریا در همدیگه فرو نمی روند، با همدیگه خلط و قاطی نمی شوند. هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج. این یکی، این دریا عذب هست، شیرین هست، فرات خیلی شیرین، و اون یکی دیگه ملح شور هست. اجاج یعنی خیلی شور، تلخ، به حد شور که شده تلخ. وجعل بینهما برزخا و حجرا محجورا، خدا بین این دوتا دریا یک پرده معنوی گذاشته. و حجرا محجورا، یک مانع بسیار قوی. حجر مانع، محجور همون تأکیدش هست، یعنی قوی، که این دریاها آبها در هم دیگه فرو می رود، اما دریای شور شیرین نمیشه، شیرین شور نمیشه. بنده خدمت شما عرض کردم که علامه شنقیطی رحمه الله که صاحب تفسیر اضواء البیان هست، ایشون نوشته من رفتم این دریا، با دوستانم رفتم. این در محیط اطلس است، دریای سنگال. اونجا وقتی که رفتم خودم مشاهده کردم اونجا را رنگ هم فرق می کرد، آب شور با آب شیرین. یکی از دوستانم اونجا در داخل دریا خودش را انداخت، عیناً جایی که
مرز بود، مرز دوتا آب بود، طوری ایستاد که یک دستش تو دریای شور بود، یک دستش تو دریای شیرین بود. زبان زد به این یکی که شور بود، گفت که بر دستش زبان زد، گفت شوره. و این یکی که شیرین بود بر دستش زبان زد و چشید، گفتی شیرینه. یعنی در یک جا ایستاده، نصف بدنش تو دریای شور، نصف بدنش در دریای شیرین. همین علامه شنقیطی میگه یکی از کفار و دانشمندان کفر میگه وقتی که این آیه را خواندم، آیه سوره رحمان مرج البحرین یلتقیان، بقیه دلائل قرآن به دلم ننشست، اما این به دلم نشست. گفتم اگر این واقعیت داشته باشه، یک پیغمبر امیه به مکتب نرفته 1400 سال پیش از این اکتشافات خبر میده، او از کجا میدونسته؟ پس من ایمان می آورم. رفتم دنبال این دریا را پیدا کردم و آخر متوجه شدم این کلام حق است. همین مورد باعث ایمان من شد، ایمان آورد. و این نکته را هم خدمت شما عرض کردم که قرآن مشخص نکرده این دریا کجاست، گرچه گفتن در دریای سنگال است، اما بعضی مفسرین جاهای متعددی گفتند. معلوم میشه که این یک جا نیست، چند جا خدای عزوجل از این نوع دریاها دارد. یک جای دریای سرد و گرم است، یک جای دریای سیاه و سفید است، یک جای دریای شور و شیرین است. یعنی با همه خواص این دریاها در عالمی که ما زندگی میکنیم امروز وجود دارند. لذا الله میفرماید الله است که بین اینها حائل قوی و پرده معنوی گذاشته. این دلیل هفتم بود، الان هشتم. و هو الذی خلق من الماء بشرا، الله ذاتی هست که از آب بشری آفرید، یعنی از نطفه. فجعله نسبا و صهرا، بین اینها الله قرار داد هم نسب، خویشاوندی با نسب، و هم صهرا، خویشاوندی با وصلت به اصطلاح، با اینکه بعضی ها از طریق نسب با هم خویشاوندند، پدر و پسرند، برادر و برادرند، برادر و خواهرند. بعضی ها خویشاوندی ها با چی هست؟ با وصلت ها هست، با صهر هست، مثل اینکه زن و شوهرند و خویش هم دیگه میشن به خاطر این نوع خویشاوندی ها. و کان ربک قدیرا، رب بر هر چیز قادر و توانمند است. ببینید این همه از توانمندی رب، اما باز هم زجر و توبیخ بر مشرکان که چیکار میکنند؟ و یعبدون من دون الله ما لا ینفعهم ولا یضرهم، آنها پرستش میکنند غیر از الله آن معبودانی که هیچ نفعی برای آنها ندارد و ترک عبادت هیچ ضرری برای آنها ندارد. و کان الکافر علی ربه ظهیرا، کافر بر رب ظهیر است. ظهیر یعنی متکبر، عالیا، یعنی در مخالفت امر رب و فرمان رب. و ما ارسلناک، خب چرا پیامبر عذاب نمی آورد؟ جواب اون و ما ارسلناک، ما نفرستادیم تو را ای حبیب الا مبشرا و نذیرا، مگر بشارت دهنده و ترساننده. شما فقط کارت انذار و تبشیره، نه اینکه عذاب بیاری یا معجزه‌ای که اونها میخوان بیاری. قل ما اسألكم علیه من اجر، بگو من سوال نکردم بر این تبلیغ از شما هیچ نوع پاداشی، الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، مگر کسی که خواست، یعنی لکن من شاء، من فقط اینو میخوام، هر کسی خواست ان یتخذ الی ربه سبیلا، به سوی پروردگار راه را بگیرد و بیابد، از فرمان من اطاعت کند. در این قسمت الله تسلی میده پیغمبرش را، و توکل علی الحی الذی لا یموت، شما توکل کن بر اون ذاتی که حی هست، چنان حیی که موت بر او نمی آید.
و سبح بحمده. سه تا اصل الله بیان فرموده، یک توکل، دو تسبیح، سه تحمید، که هر سه تا توحید است. و تسبیح پروردگار را و حمد رب را بیان کن. و کفا به بذنوب عباده خبیرا. اگر دیگه هیچ گواه و مدرکی نباشد، الله کافی هست از نظر این که نسبت به ذنوب بندگان خبر دارد. بذنوب عباده خبیرا. کدوم الله؟ الذي خلق السماوات والارض. این دلیل نهم شد. الله آن ذاتی که آفریننده آسمان ها و زمین است، آفرید آسمان ها و زمین را، و ما بینهما و آنچه که ما بینشان است، فی 6 ایام در مقدار 6 روز، که این را به تفصیل چند بار توضیح دادیم، کافی است. ثم استوى على العرش. سپس مستوی بر عرش شد. این هم خواندیم، از متشابهات است. نؤمن به ولا نسأل عن کیفیته. بله. الرحمن فاسأل به خبیرا. الرحمن یعنی هو الرحمن، اون ذات رحمان است. فاسأل به خبیرا، از او سؤال کن از نظر خبیر. دو تفسیر دارد. یکی این که فاسأل به خبیرا، شما درباره اون از یک خبیر بپرس. خبیر یعنی عالم. فاسأل عنه رجلا عالما عارفا یخبرک برحمته. اگر تو نمیشناسی، تو معرفت نداری، بپرس از مرد عالمی که از رحمتش برات بگه. فاسأل به ای فاسأل عنه خبیرا. تفسیر دوم این که مراد از خبیر ذات الله عزوجل است. فاسأل به خبیرا، ضمیر بهی به همین اشیاء مذکوره که خواندید، یعنی درباره این مسائل، اینها همه دلایل توحید بود، نه؟ درباره اینها از خبیر بپرس، از ذاتی که از همه چیز خبر دارد. تفسیر خازن اینجور نوشته: ایها الانسان لا ترجع فی طلب العلم بهذا الى غیری. ای انسان، درباره این مسائل از به کسی دیگر رجوع نکن، از کسی دیگر نپرس، بلکه فاسأل عنه خبیرا و هو الله تعالی. از این مسائل از خبیر بپرس که الله عزوجل است. پس او رحمان است. اما مشرکین بدبخت رحمان را قبول نداشتند، رحمان را نمی شناختند. و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، هرگاه به آنان گفته می شد سجده کنید رحمان را، قالوا و ما الرحمن، آنها انادم می گفتند رحمان چیه؟ انسجد لما تأمرنا، آیا ما سجده کنیم اون چیزی را که تو ما را میگی؟ و زادهم نفورا، نفرتشون درباره سجده بیشتر میشد. البته اونا نفرتشون از کلمه رحمان و خدا را که سجده میکردن مشرکان قبول داشتن، رحمان را قبول نداشتن. چی میگفتند؟ علامه مظهری، علامه قاضی ثناء الله پانیپتی در تفسیر مظهری گفته: قالوا و ما الرحمن، یعنی لا نعرف الرحمن، و كانوا ينكرون ان يسمى الله باسم الرحمن. اونا انکار میکردند که به نام الله به نام رحمان هم صفتی داشته باشد. اینو ابن کثیر گفته. اما مظهری میگه لانهم ما كانوا يطلقونه على الله تعالی، واژه رحمان را بر خدا اطلاق نمی کردند. العیاذ بالله به دیگران می گفتند رحمان، به مسیلمه کذاب حتی می گفتند. لانهم ما كانوا يطلقونه على الله تعالی و كانوا يقولون لا نعرف الرحمن الا الرحمن اليمامه، ما هیچ رحمانی نمی شناسیم مگر فقط یک رحمان می شناسیم، اون رحمان یمامه هست. مسیلمه را می گفتند رحمان یمامه، خیلی دستش بازه، جود و سخا دارد. یعنون مسیلمه الکذاب یسمونه رحمان الیمامه. تفسیر مظهری، به مسیلمه کذاب می گفتند رحمان الیمامه. لذا درباره الله می گفتند من رحمان،
رحمان چیه؟ به این خاطر نسبت به کلمه رحمان اونها حساسیت داشتن، چون که جاهل بودن، شناخت نداشتن، معرفت نداشتن. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. در ادامه دلائل عقلیه این دلیل دهم است. دلیل دهم عقلی بر توحید و اثبات توحید الله عزوجل. الله ضمن اینکه دلیل را بیان می فرماید، مدعا را هم اعاده می فرماید. برکات فقط از اوست، برکات دهنده فقط اوست. اون ذاتی که الذی جعل فی السماء بروجا، در آسمان برای شما برج قرار داده. ما برج را قبلا خواندیم، یکی از دو تفسیر. برج یا نام کواکب سیاره هست، یا برج منازل کواکب هست، منازل خورشید هست، منازل ماه هست که در اون منازل قرار میگیرند. و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا. الله آن ذاتی هست که در این آسمان چراغی قرار داده، چراغ که خورشید باشد، و قمرا منیرا، و ماهی که روشن هست. واقعا وجود خورشید و خود خورشید، انسان اگر فکر بکند، و ماه آیات بزرگی هستند از آیات رب العالمین که اینها بالاتر از فهم انسانند. به چه صورت خلق شده، چگونه انجام مأموریت می کند. و هو الذی جعل اللیل و النهار، دلیل 11 عقلی هست که اینها همه دلائل در گذشته ما خواندیم. و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفة. خلفه یعنی خلیفه، هم جانشین، یکی میره یکی میاد. مثلا الان نهار است، نهار میره، خلیفهش کی میشه؟ جانشینش شب میشه. شب میره، باز خلیفهش نهار میشه. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. اینها آیت هستند، نشانی هستند، دلیل هستند برای کسی که بخواهد پند بگیرد، یا برای کسی که بخواهد شکرگزار باشد، سپاسگزار باشد. یکی ادنا هست و یکی اعلا. ان یذکر ادناش هست، او اراد شکورا اعلا هست. تذکر اعلا اینه که انسان را تبدیل به شکرگزاری بکنند. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. الله عزوجل در این بخش خواصی که از این دلائل خوب بهره میگیرند، خوب استفاده میکنند، استقبال میکنند، و بعد در نتیجه صفات محبوب، صفات خوبی در وجود اونها پیدا میشه. لذا خواص اونها را بیان فرموده. و عباد الرحمن، خواص الله عزوجل، بندگان خاص الله تعالی و بندگان خاص رحمان کیا هستند؟ الله تعالی چند صفت اینجا برای عباد الرحمن بیان فرموده. رزقنا الله و ایاکم. اولی الذین یمشون علی الارض هونا. این تواضع باطنی هست. آنانی هستند که بر زمین هونا با نرمی می روند، یعنی در دل تواضع دارند، لذا با آرامش، با نرمی در زمین راه می روند. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هرگاه جاهلان اونا را مورد خطاب قرار می دهند برای بحث، برای جدل، قالوا سلاما. این سلام
به معنی چی هست؟ ترک نزاع هست، ترک مجادله هست، ترک بحث هست. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، صفت دوم کسانی که شب میگذرانند برای ربشان در حالی که سجده کننده و قائم هستند، قیام میکنند، یعنی هم الله عزوجل را سجده میکنند هم قیام در محضر الله تعالی دارند. شب به غفلت نمیگذرد، به خواب و خدا فراموشی نمیگذرد. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، آنانی هستند که این گونه مناجات میکنند با ربشان، ربنا اصرف عنا، بار الها دفع کن، دور کن از ما عذاب جهنم را، ان عذابها کان غراما، همان عذاب جهنم چی است؟ غراما. غرام به معنی لازم، ای الشر اللازم، شری هست که انسان را در بر میگیرد. والهلاك الدائم، تفسیر خازن گفته هلاکت دائمی و ابدی هست، الشر اللازم والهلاك الدائم. انها ساءت مستقرا و مقاما، این جهنم جای قرار بدی هست. ساعت مستقرا، بسیار بد است، نازیباست از نظر استقرار، و مقاما از نظر مقام، از نظر اینکه انسان اونجا اقامه برگزیند. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، صفت چهارم عباد الرحمن آنهایی هستند که در وقت انفاق نه اسراف میکنن نه تقتیر، نه اسراف میکنن نه تقتیر. اسراف چیه؟ اسراف اینه که انسان در راه شرک و معصیت خرج کند، و تقتیر اینه که انسان در راه طاعت و نیکی خرج نکند. اسراف زیاد خرج کردن را میگویند، اقتار یا تقتیر کم خرج کردن را میگن. خب زیاد خرج کردن و کم خرج کردن معمولا مردم اینها را برای زن و بچه بیان میکنند، برای اهل و اولاد، برای اونایی که تحت تکفل انسان هستن بیان میکنند. مثلا میگن اسراف اینه که انسان زیاد بریزه، و تقتیر اینه که انسان دست نگه داره بخل کند. اما علامه اندلسی نوشته الانفاق فی غیر طاعت اسراف، کسی انفاق بکند که این انفاقش در غیر طاعت بشه، مثلا در راه معصیت، ترویج شرک، خرافه، یا برای آلات لهو و لعب، دهل و تنبور و ارگ و امثالهم، اینها تمام راههای گناه هستند. اینجا خرج کردن مال یعنی اسراف. والامساک عن الطاعه اقتار، دست را نگه در از طاعت، مثلا به فقیر نده، به بیوه نده، به مسکین نده، برای مسجد خرج نکن، برای راه جهاد خرج نکن، این میشه اقتار، این میشه تقتیر. لذا عباد الرحمن کسانی هستند که خرج میکنند، اسراف نمی کنند، یعنی در راه معصیت خرج نمی کنند. ولم یقتروا، اقتار نمی کنند، یعنی مال را از راه طاعت و نیکی باز نمی دارند. و کان بین ذلك قواما، بین این متوسطا، توسط دارند، یعنی بین اسراف و تقتیر یا بین افراط و تفریط. والذین لا يدعون مع الله الها آخر، صفت پنجم آنانی هستند عباد الرحمن، آنانی که لا يدعون مع الله الها آخر، نمیخوانند با الله معبود دیگر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، معصیت اعتقادی هم ندارن، معصیت عملی هم ندارن. لا يدعون مع الله الها آخر معصیت اعتقادی هست. ولا يقتلون النفس، يدعون مع الله اعتقادی هست، شرک اعتقادی هست، و قتل نفس معصیت عملی هست.
و همچنین نمی کشند اون نفسی را که الله حرام کرده الا بالحق. الا بالحق حق شرعی مراد است. سه صورتی که برای شما بیان کردم. ولا یزنون، و کسانی که زنا نمی کنند، بی افتی نمی کنند، اینها هستند عباد الرحمن. و من یفعل ذلك یلقى اثاما، هر کسی این کار را بکند، یعنی شرک و زنا، این دوتا آمدند. یلقى اثاما، مواجه میشه با گناه، گناه را ملاقات میکند. گناه را که ملاقات کند و مواجه بشه چه میشه؟ یضاعف له العذاب یوم القیامه، این عذاب جسمانی هست. یضاعف، چند برابر میشه برای او عذاب، یوم القیامه، روز قیامت، یعنی شدید. این بیان شدت عذاب است. و یخلد فیه مهانا، این مدید، این طولانی بودن عذاب است. و یخلد فیه مهانا، و همیشه در آن جهنم میماند مهانا ذلیل خوار. اون عذاب جسمانی بود، این مهانا عذاب روحانی است. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، توبه عن الشرک، مگر کسی که توبه بکند از شرک، از زنا، و آمن، توبه بکند یعنی چه؟ یعنی ایمان بیاورد، و عمل صالحا، و عمل صالح انجام بده، بعد از اون به طرف گناه و معصیت نره. الله فرموده فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، این انسان ها کسانی هستند که تبدیل می کند الله سیئاتشان را به حسنات. به چه معنا؟ یکی اینه که توفیق سیئ از اون سلب میشه و توفیق حسنه پیدا میکنه. تا دیروز اگر شرک میکرد، امروز یک تاپرست و موحد و خدا را فقط سجده میکنه. اگر کار بی افتی میکرد، امروز پیکر پاک دامنی و افت و حیا هست. یعنی افعال سیئه، عادات سیئه، صفات سیئه تبدیل به چی میشن؟ به حسنات میشن. و کان الله غفورا رحیما، یا اینکه معنی حقیقیش هست، یعنی حتی گناهان را خدا تبدیل به چی میکند؟ حسنات، چون که این به صورت 100% برگشته و توبه کرده. و کان الله غفورا رحیما، الله غفور هست، بخشاینده هست. بنویسید در محو سیئات. رحیم هست، مهربان است در ثبت حسنات. و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا. ببینید دوباره توبه را آورده. خب یک بار فرمود الا من تاب، فرقش چیه؟ بزرگان مفسران میفرمایند چون در گذشته دو تا گناه بود، یکی گناه اعتقادی بود، یک گناه عملی بود. یکی موضوع شرک بود، یکی زنا بود بلا نسبت. حال دو تا توبه لازم است، یک توبه از عقیده و از عقیده شرکی و از کفر. الا من تاب و آمن و عمل صالحا، اون بحث توبه عن الشرک است. و من تاب و عمل صالحا، این توبه عن المعصیت است، از گناه است، بی افتی. الله می فرماید و من تاب و عمل صالحا، هر کسی که توبه کند و عمل صالح انجام بده، فانه یتوب الی الله متابا، همانا اون انسان یتوب الی الله متابا، اون رجوع میکند به سوی الله، رجوع کردنی یعنی برگشتش به سوی الله، و الله عزوجل با او رفتار نیک میکند، رحیم، نسبت به او مهربان میشه. والذین لا یشهدون الزور، صفت ششم عباد الرحمن این است که لا یشهدون الزور، اونها شهادت زور نمیدهند. شهادت زور یعنی شهادت دروغین. البته این آیت دو تفسیر دارد، لا یشهدون الزور. یکی این که مراد از زور شهادت دروغین است. اگر مراد شهادت دروغین باشد،
در این صورت یشهدون به معنی همون شهادت میاد. لا یشهدون الزور یعنی مراد این است که اونها به دروغ در محاکم قضایی گواهی نمیدهند. بعضی مردم هستند ایمان ندارن، به دروغ گواهی میده، به نفع فامیلش، به نفع قومش، میخواهد که او را غالب بکند. پس مؤمنان عباد الرحمن شهادت دروغی نمیدهند. این یک معنا. یکی دیگه این که زور به معنای شرک، به معنای معصیت. بعضی گفتن زور یعنی شرک، بعضی گفتن زور یعنی معصیت، مجالس لهو و لعب، مجالس موسیقیات، ارگ و دهل و اینها. پس اگر زور به این معنا باشد، لا یشهدون اینجا به معنی شهادت نیست، اینجا به معنی چی است؟ به معنی حضور است. لا یشهدون یعنی حاضر نمی شوند. لا یشهدون یعنی چی؟ حاضر نمی شوند در مجالس شرک، در مجالس لهو و لعب، در مجالس موسیقیات، ارگ و غیره. لا یشهدون به معنی حاضر نشدن است. یعنی هر جایی که معصیتی باشد در اون مجلس اینا نمیرند، در مجلس طاعت و بندگی میروند. چنانچه علامه اندلسی در بحر المحیط هر دو تفسیر را آورده. الظاهر ان المعنى لا یشهدون بالزور او شهادت الزور، قال علی والباقر. این دو بزرگوار گفتن به معنی شهادت زور، فهو من الشهادت، پس لا یشهدون از شهادت میشه. او المعنى لا یحضرون من المشاهده، از مشاهده میشه، یعنی حاضر نمیشوند. و الزور الشرک و الصنم او الكذب او آلت الغنا. چندین تفسیر کردن زور را، آله غنا، شرک، کذب. پس در این مجالس حاضر نمیشوند. و اذا مروا باللغو مروا کراما، هرگاه در از مجلس لغو رد میشوند بزرگوارانه رد میشوند، با وقار و با متانت رد میشوند. یعنی چه؟ یعنی نمی ایستند در مجالس لغو، شریک نمی شوند، آلوده نمی شوند. مجالس لغو هم لغو یا شرک است، یا چنانچه خواندیم تفسیر ابن عباس بود، یا لغو تمام گناهان، معاصی. هر مجلسی که مجلس معصیت باشد این عباد الرحمن با وقار و متانت رد میشه، اونجا خودشون را آلوده نمی کنند. صفت هفتم عباد الرحمن: والذین اذا ذکروا بآیات ربهم. عباد الرحمن آنهایی هستند که هرگاه پند داده میشوند، تذکر داده میشوند نسبت به آیات رب، لم یخروا علیها صما و عمیانا، نمیفتن بر آن کر و کور. منظور اینه که ناشنوا و نابینا نمی روند، بلکه چشمانشون را باز میکنن، گوشهاشون را باز میکنن، به آیات رب خوب توجه میکنن، خوب نگاه و مطالعه میکنن، خوب گوش میکنن، برای خودشون درس میگیرند. کر و کور مثل مشرکان صم بکمون رد نمیشوند. و نوع هفتم: والذین یقولون رب. هشتم صفات عباد الرحمن. عباد الرحمن کسانی هستند که میگویند ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. پروردگارا ببخش برای ما از سوی همسران ما و اولاد ما خنکی چشم. یعنی محیط خانواده چنان باشد که باعث خنکی چشم و شادی قلب بشه، سرور قلب بشه. واقعا خانواده و کانون خانواده میتواند باعث مسرت قلب و خنکی چشم بشه، هم میتواند باعث غم دل و سیاهی چشم بشه. وقتی که خدای عزوجل بر کسی این مصیبت را بیاره که در خانواده مشکل داشته باشه، فرزند ناصالح باشه، زن ناسازگار باشه، زندگی تبدیل به جهنم میشه. پس به این مهم قرآن ما را توجه داده که همیشه این باید دعا را کرد
که خدایا در اون محیط ما را سربلند بفرما که ما از اونجا هیچ ناراضگی از زن و اولاد داشته نباشیم، فرزند نافرمان و زن ناسازگار داشته نباشیم. واجعلنا للمتقین اماما، ما را الگویی برای متقیان بگردان. امام پیشوا، منظور الگو که بقیه از ما چی بکنند؟ تبعیت بکنند. معنیش اینه که در باب تقوا ما در حد عالی باشیم که بقیه از ما تأسی بگیرند. لذا اینها صفات عباد الرحمن بودند، صفات بندگان ویژه الله عزوجل بودند، یا بگیم صفات خواص که الله تعالی بیان کرد تا ما تک تکمون از این صفات تأسی بجوییم. لذا الله می فرماید کسانی که این صفات هشتگانه را دارند اولئک یجزون الغرفا، این افراد، این گروه کسانی هستند که پاداش داده می شوند. غرفه یعنی کاخها و قصرهای بهشتی. بما صبروا، بسبب اینکه اینها استقامت کردند در دین، صبر کردند. اونجا چه خبره در بهشت؟ و یلقون فیها تحیة و سلاما، و مواجه می شوند در آن بهشت با تحیه و خوش آمدگویی و سلام. همش خوش آمدگویی، سلام، همش کلمات زیبا می شنوند، نازیبا نمی شنوند. خالدین فیها، همیشه و همواره در آن بهشت می مانند. حسنت مستقرا و مقاما، بسیار جایگاه زیبایی هست و بسیار مقام عالی و جالبی هست. از نظر استقرار و از نظر اقامت و سکونت بهشت بهترین جا هست. الله عزوجل نصیب همه ما بگرداند. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، اینجا تخویف دنیوی هست. الله تعالی می فرماید ای پیغمبر به اینها بگو ما یعبأ بكم ربی، رب من به شما پروا ندارد اگر دعای شما نبود. یک معنی اینه که اگر دعای شما نبود پروا نمی کرد، شما را زود عذاب میداد، اما این دعا جلوی شما را گرفته. یکی دیگه اینه که گفتن لولا دعاؤکم جداگانه هست، شرط است لعذبکم جزا مقدر است. اگر دعای شما نبود خدا شما را عذاب میداد. ببینید مشرکین دعا میکنند. این مطلب را، این بحث را قبلا خدمت شما عرض کردم، تکرار میکنم که دعای مشرکان در دنیا برایشون مفید واقع میشه. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، اونا که استغفار میخوانند خدا عذاب نمیده، خدا مهلت میده. پس از روی این آیه و امثال این آیه بزرگان ما مفسران استنباط کردند، استدلال کردند که اگر کافر مشرک در دنیا دعایی بخواند، بعضی مشرکان هستند کتابهای دعا دارند، به دعا خیلی اهتمام میورزند، در شرایط خاصی میشینند دعا میکنند، یکی دعا میکنه بقیه گریه میکنند. مسیحیان هم حتی مناجات دارند، دعا میکنند، یهودیان دارند، بقیه دارند. لذا این دعاها بی تأثیر نیست، از قرآن معلوم میشه. لولا دعاؤکم، اگر دعای شما نمی بود لعذبکم، خدا عذاب میداد. پس دعای مشرک، عمل مشرک، عمل نیک میکند، به یتیم میرسه، به فقیر میرسه، دست به سر همه میکشه، در دنیا نیکی میکنه، حس بشر دوستی داره، انسان دوستی داره، این خصلتش برای دنیاش مفید میشه، در دنیا جوابش را میگیره. اما در آخرت نه. در آخرت که خواندیم فجعلناه هباء منثورا، غبار پراکنده میشه، میره تو هوا، گم میشه. پس وقتی که دعای مشرک تأثیر دارد
در امر دنیا دعای مؤمن ندارد، به طریق اولاد دارد. دعای مؤمن در امر دنیا و آخرت تأثیر گذار است. پس الله می فرماید لولا دعاؤکم، اگر دعای شما نبود شما را الله عذاب میداد. خب وقتی که اینها این چنین هستند چرا بخشوده نمیشن؟ الله می فرماید فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، همانا شما تکذیب کردید رسالت را، قیامت را، توحید را. اصول دین یکتا پرستی را قبول ندارند، رسول الله را قبول ندارند، قیامت را قبول ندارند. فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، پس جزای تکذیب شما را لازم است، به شما می چسبد. به چه معنی؟ جزای تکذیب یعنی عذاب. عذاب شما را لازم است، عذاب شما را در برگیرنده است. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل